ما از تکنولوژی استفاده کنیم، اما چی قسم استفاده کنیم که پیام الله را به بشریت برسانیم. پیام الله را وقتی مسلمان ها یا استفاده نمیکنن یا استفاده منفی میکنن، از این خاطر دشمنای اسلام کامیابیش دمی نقطه هست. ما از مایک اگر استفاده درست بکنیم، ما میتونیم که در مسجد خود، این هم یکی از وسایل تکنولوژی هست، خود ما راحت می باشیم. اگر از موبایل خود برای دین الله استفاده بکنیم، انسان هدفمند هستیم. اگر از کتاب، اگر از کامپیوتر، اگر از ساینس، اگر از تکنیک، از هر چیزی که شامل تکنولوژی میشه، از این به هدف بزرگ خود که رضایت الله متعال استفاده بکنیم، اینجا ما واقعا یک مسلمان حقیقی هستیم. اما اگر از این استفاده غلط بکنیم، باز اینجا چی میشه که هم شرمنده دنیا میشیم، هم شرمنده آخرت میشیم. چی پیام میرسانیم؟ وقتی پیام میرسانیم، پیش از پیام رساندن خود ما باید پیام بفهمیم که پیام چیست. آیا ما خودم میفهمم این پیامه؟ امروز عادیترین انسان در جیبش موبایل است. امروز عادیترین انسان فیسبوک داره. امروز عادیترین انسان با اینترنت دسترسی داره. اینمی تکنولوژی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که در آخر زمان این دین خانه به خانه میرسه. توسط همین تکنولوژی امروز در خانه هر کسی در داخل موبایلش، اگر شما یک سایت از به نام sultan.org www.sultan.org اگر باز بکنین، المصحف.org اگر شما ایره سرچ بکنین، قرآن عظیم شان به 140 زبان، به زبانهای مختلف، اروپایی، امریکایی، افریقایی، استرالیایی، آسیایی، به زبانهای مختلف قرآن عظیم شان ترجمه شده هست. و بسیاری وقتا مسلمان ترجمه قرآن نمیفهمه، اما کفار بسیاری اوقات ترجمه قرآن عظیم شان میفهمه. او چیزی که به منفعت مسلمان ها هست، او را کوشش میکنن که به ضد مسلمان ها استفاده بکنن. چرا مسلمان از کتاب خود استفاده نمیکنه، از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم استفاده نمیکنه؟ امروز این تکنولوژی در دستش است. ما و شما نمیتونیم حداقل اگر هر جوان ما و شما یک فیسبوک به نام خود جور بکنه، یک فیسبوک دیگه به نام اسلام جور بکنه، نمیتونه؟ هر سفید، هر مسلمان، و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. الله میگه والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم است الله متعال میگه به وقتی که برای تو بسیار بی ارزش است، لکن پیش الله بسیار با ارزش است. الله قسم یاد میکنه به وقت در چندین جای قرآن، و در اینجا مشخصا به عصر قسم یاد میکنه که انسان در زیان و نقصان است، مگر کسی که 3 شرط در وجودش موجود باشه: ایمان است، اعمال صالحه است و دعوت به حق و به خیر است. اگر هر جوان و هر موش سفید ما یک فیسبوک به نام خود فیسبوک اسلامی داشته باشه، و از این فیسبوک خود حداقل یک آیت قرآن، یک حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر روزانه نمیتونه، در هفته یک دانی از این نشر بکنه، وقتی دشمنای اسلام ببینه که این جوانا و نوجوانای مسلمان آنقدر هدفمند هستند که حتی فیسبوکشان به نام اسلام است، در دلشان یک ترس مفته که بالا جهان اسلام واقعا سعی که یک سایت دیگه سایت دیگه سایت دیگه سایت
ببینی که یک از قلای لوگری 500 سایت جور شده به نام چی؟ به نام اسلام. اسلام عبدالله، اسلام احمد، اسلام محمد، هر کس اسلام فلانی امیره یک سایت جور میکنه به خاطر رساندن صدای اسلام به گوش دیگره. این کار خواد کردین انشاءالله. و اینجاست بعضی اوقات وقتی یک استاد یک دعوت میده برای یک کس، دعوت از او قدر تأثیر نمیکنه سر دیگر جوانا، لکن اگر شما جوانای بیدار و هدفمند شما میخیزین پیام اسلام برای دیگر دوستایتان میرسانین، زود اونا متاثر میشه. یک استاد که ما بود در شرایط و یک روز گفت یک بچه ما بود، گفت هر قدر میگفتمش نماز بخوان نماز بخوان نماز بخوان، مانده شدم سر نماز نامد. بسیار گفت نه به زدن شد نه به دوستی شد نه به هیچ، لکن گفت یک روز سعی میکنم که بچه ما وضو کرده نماز خوانده میره. او بچه من خود را 100 دفعه گفتم نماز بخوان نمیخواندی، چطور شد که یک دفعه خود جای نماز گرفتی و رفتی نماز میخوانی؟ گفت والا یک رفیق من که همسن من هست، او برای من یک پیام نوشته کرده بود، پیام از او سر من تاثیر کرد و من چی شدم بعد از این انشاءالله تعالی نماز خدا قضا نمیکنم. آیا تو جوان پیام رسول الله صلی الله علیه و سلم نخواندی که به علی رضی الله تعالی عنه میگه یا علی، ای علی اگر یک نفر لیهدی الله بک رجلا واحدا، اگر الله توسط تو یک شخص هدایت بکنه، خیر لک من حمر النعم، این بهتر است برای تو از داشتن یک کاروان تجارتی. وقت حمر النعم کاروان هایی بود که از شترهای سرخ رنگ کسی که می داشت 1000 دانه شتر، این دیگه بسیار در تجارت قوی می بود. میگه فضمی کاروان تجارتی کردن، برای تو چی بهتر است که یک نفر توسط تو الله را بشناسن. بسیاری جوانان انگلیسی را میفهمن، به انگلیسی به خارجی ها دعوت بتین، بگو فلانی مسلمان شو، بیا کلمه بخوان، بیا قرآن عظیم الشان بخوان. ما یک وقتی در زندان از سفارت انگلیس می آمدن در داخل زندان امرای ما تحقیق میکردن. بازو مرا میگفت که ما خب به خاطر حقوق بشر مییم، به خاطر شما استاد هستین وضعیتتان رو ببینیم، مریض هستین، صحتتان چطور است، چطور است. باز اینجا میگفتن. من یک روز برش گفتم ببخشی خودت بسیار مهربانی میکنی، پرسان مرا میکنی، ما هم میخوایم یک وظیفه خود انجام بدم که باز تو از من خفه نشی، تو هم یک حق سر من داری. من چی حق دارم سر تو؟ گفتم حق تو سر من است که در روز قیامت اگر به طرف دوزخ تا را ببرند، باز مرا نگوی که استاد چرا مرا نگفتی که قرآن کلام الله هست، من او را میخواندم به دوزخ نمیرفتم. قرآن عظیم الشان بخوان و به اسلام انشاءالله تعالی اعتراف میکنی. من گفتم فقط ایره گفتم به خاطر از که باز روز قیامت مرا نگویی که این استاد نگفتی بودی. نه من گفتم تا اینه، اگرچه من بندی هستم و تو آزاد هستی. وعده کرد الله اعلم انما علیک البلاغ و علینا الهدى. الله متعال میگه وظیفه تو تبلیغ است، هدایت کار الله است، پس ما و تو باید برای دیگرها پیام اسلام برسانیم. به هر کس چی پیام میرسانیم؟ وقتی پیام میرسانیم، پیش از پیام رساندن خود ما باید پیام بفهمیم که پیام چیست. آیا ما خودم میفهمم این پیامه؟